ازدواج برای مردها بهتره یا برای زنها؟ واقعا این سوالیه که خیلی از ما میپرسن. ازدواج یک جریان دو طرفه است، یک تعامل متقابل. اما اگه راستشو بخوایم مطالعات زیادی نشون میده که ازدواج برای مردان منفعت بیشتری به همراه داره و اونها معمولاً سطح شادکامی، رضایت از زندگی و حتی رشد اقتصادی بیشتری رو بعد از ازدواج تجربه میکنن و این در زنان پایین تره. پس به این حرفا که دور و بریات میزنن خل نشو، ازدواج نکن، ما ازدواج کردیم خیری ندیدیم، محدود شدیم، گوش نکن، چون اگر همین امروز هم جدا بشن باز فردا ازدواج میکنن. اگر خودت رو آدم سالمی میبینی، به لحاظ روانی به بلوغ کافی رسیدی، تلاش کن آدم مناسب خودت رو پیدا بکنی تا به رشد برسی و در همه جنبه‌ها موفق بشی. اما یه نکته یادت باشه، هر رشدی هزینه داره و چالش‌هایی رو هم خواهی داشت. پس برای رسیدن به رشد نیازمندی اگر در مسیر ازدواج هم با چالش‌هایی روبرو شدی، مسیر خودت رو اصلاح بکنی و راهکارهای مناسب حل اون رو پیدا کنی.